تا حالا فکر کردی چرا با اینکه قصدت خوبه باز هم گاهی بد قضاوت میکنی؟ تصمیم اشتباه میگیری یا از چیزی مطمئنی ولی بعد میبینی اشتباه بوده. دلیلش ساده است. مغز ما همیشه اونطوری که فکر میکنیم کار نمیکنه. نه کاملا منطقیه، نه کاملا صادقه و نه حتی همیشه به یاد میاری که چی شده. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ همین پشت صحنه ذهن. اگه کنجکاوی ببینی مغزت واقعا چطور کار میکنه، بریم شروع کنیم. فصل اول، مغز جانبدار ما. مغز دستگاه کشف حقیقت نیست، بیشتر شبیه یه ماشین الگوسازه که فکر میکنه خیلی هم بی‌طرفه. همین الان ده‌ها سوگیری ذهنی توی مغزت فعاله. چند مثال ساده. سوگیری تایید. فقط چیزهایی رو میبینی که با باورت هماهنگه. اثر هاله‌ای. فکر میکنی آدم‌های خوش چهره آدم‌های بهتری هم هستن. گریز از باخت. از باختن $100 بیشتر میترسی تا به همون اندازه از بردنش خوشحال شی. عملاً با یه فیلتر اینستاگرامی دائمی داری دنیا رو نگاه میکنی. حقیقت تلخ اینه بقیه رو با رفتارهاشون قضاوت میکنی، خودت رو با نیت‌هات. موفقیت‌هات رو خوب یادت میمونه، شکست‌هات رو زود فراموش میکنی و فکر میکنی از حد متوسط بالاتری. به این میگن برتری خیالی و آره تقریبا همه داریمش. اما نکته مهم اینه که نمیتونی این سوگیری ها رو حذف کنی. سخت افزاری تو مغزت سیم کشی شدن. تنها کاری که میتونی بکنی اینه آگاه باشی. دفعه بعد که از یه چیزی خیلی مطمئن شدی، یه لحظه مکث کن و بپرس الان کدوم سوگیری داره حرف میزنه. وقتی بدونی مغزت همیشه داره واقعیت رو ویرایش میکنه، دیگه خیلی از قضاوت ها عجله‌ای و شدید نمیشن. فصل دوم، قانون احساسی 10-90. یه حقیقت عجیب، 90% تصمیم‌های زندگی ما احساسی هن، فقط 10%شون منطقیه. اون بخش منطقی ذهنمون فقط راوی تصمیم‌هامونه، نه تصمیم گیرنده. فکر می‌کنی شغل رو منطقی انتخاب کردی؟ نه. اول یه حس داشتی، علاقه، ترس، امید، فشار. بعد با منطق دلیل تراشی کردی. اون حسی که درباره یه آدم پیدا می‌کنی در واقع مغز احساسیته. میلیون‌ها سیگنال ریز رو خیلی سریعتر از آگاهیت پردازش کرده. دانشمندها میگن بخش احساسی مغز حدود 500,000 برابر سریعتر از بخش منطقی کار میکنه. یعنی وقتی تازه داری به یه موضوع فکر می‌کنی، احساساتت مدت هاست تصمیم گرفتن. اما این چیز بدی نیست. اتفاقا خیلی خوبه. احساساتت فرمان نیستن، داده هستن. قدرت اصلی تو توی اون مکس کوچیک بین احساس و عمله. همون جایی که میتونی انتخاب کنی چی درسته و چی نه. فصل سوم، حافظه داستان نویس ما. حافظه های ما واقعا واقعی نیستن. یه ضبط ویدیویی از گذشته نیستن. بیشتر شبیه صفحات ویکی‌پدیا هستن. هر بار بازشون میکنی میتونی تغییرشون بدی. و جالب اینجاست که این تغییر دادن کاملا ناخودآگاه اتفاق میفته. هر بار یه خاطره رو به یاد میاری، اون خاطره نرم میشه، قابل تغییر میشه و مغزت با دانش جدید قسمت‌هایی ازش رو بازنویسی میکنه. تو خود رویداد رو به یاد نمیاری. تو آخرین نسخه ویرایش شده‌اش رو به یاد میاری. دانشمندا تونستن برای آدم‌ها خاطره‌های جعلی بسازن به قدری واقعی که طرف قسم می‌خورد حقیقت داره. یعنی حتی خاطره‌های دردناک یا خیلی قدیمیمون ممکنه بخش‌هایشون ساخته ذهن خودمون باشن. ولی همینجا یه فرصت بزرگ وجود داره. اگر حافظه‌ها قابل تغییره، پس میتونی داستان زندگیت رو آگاهانه بازنویسی کنی. نه با دروغ، با انتخاب این که روی کدوم بخش‌ها تمرکز کنی. تو همین الان هم حافظه‌هات رو ویرایش می‌کنی، فقط معمولاً بدون اینکه بفهمی. پس بهتره آگاهانه تر این کار رو انجام بدی. فصل چهارم، اصل 80-20 در زندگی. میخوای واقعا زندگی تو تغییر بدی؟ این قانون رو جدی بگیر. 20% کارهات 80% نتیجه ها رو میسازن. بقیهش فقط شلوغ کاریه. یه نگاه به زندگیت بنداز. 20% از رابطه‌هات بیشترین شادی رو میدن. 20% از کارهات بیشترین ارزش رو میسازن و 20% از عادت‌هات هم بیشترین دردسر رو درست میکنن. ولی ما معمولاً داریم روی 80% بی اثر تمرکز میکنیم. این قانون همه جا هست. توی بیزینس 20% مشتری‌ها 80% سود رو ایجاد میکنن. توی کمد لباست فقط 20% لباسات رو 80% مواقع میپوشی. زندگی عادلانه نیست. زندگی نمایی کار میکنه. کلید چیه؟ اون 20% مهم رو پیدا کن. روش سرمایه گذاری کن. بقیه رو ول کن بره. از خودت بپرس کدوم کارها واقعا باعث پیشرفت میشن؟ کدوم آدم‌ها بهم انرژی میدن؟ کدوم عادت‌ها جدی واقعا مهمن؟ حقیقت سخت اینه. بیشتر کارهایی که میکنیم هیچ تأثیری ندارن. اما همین حقیقت یه فرصت بزرگ هم هست. تو میتونی 80% از کارهات رو حذف کنی و تقریبا هیچ تغییری تو نتیجه حس نکنی. اون 20% طلایی رو پیدا کن، بچسب بهش، بقیه رو رها کن.
اگه تا اینجای ویدیو همراه بودی یعنی یه قدم مهم برداشتی، دیدن خودت پشت فرمان مغزت. الان میدونی قضاوتات از کجا میان، تصمیم‌ها چطوری شکل میگیرن، خاطره‌ها چطور ویرایش میشن و روی کدوم کارها باید بیشتر تمرکز کنی. از اینجا به بعد فقط یک سوال مهم میمونه. اولین تغییری که بعد از این ویدیو میخوای اعمال کنی چیه؟